خب سلام دوستان، میخوایم یه همچین پنجره رو مدل سازی بکنیم. فرض میکنیم که حالا فایل کدش رو داریم، یه همچین طرحی و کارفرما ما داده و میخوایم مدل سازی بکنیم. فایل کدمون رو که ایمپورت کردیم اول جاسازیش میکنیم و بعد فریزش میکنیم که اذیتمون نکنه. انمای فرانت میایم شروع میکنیم یه لاینی و اینجا با فعال کردن اسنپ کشیدن و از رکتنگل هم میتونستید استفاده کنید. میایم لاین های داخلی هم از رکتنگل استفاده میکنیم. خب این قسمت رو یه آرکیو من میندازم، مجدد این قسمت رو تا اینجا یه آرک دیگه، ادامه همون آرک و بیایم اینو یه اسپلاین، ادیت اسپلاین بهش بدیم که بتونیم اینو پاک کنیم که مزاحممون نباشه. دیلیتش میکنیم و میریم ادامه کار رو انجام میدیم. یه لاین اینجا میکشیم، یه لاین اینجا، یه لاینم اینجا، مجدد این بالا یه لاین اینجا، یه لاین، یه لاین دیگه. من از روی طرح کدش دارم طراحی میکنم و میایم یه آرکایی رو از لاینامون وصل میکنیم. خب ببینیم تا اینجا چی رو کشیدیم. یه آرکم برای اینجا میخوایم و اینجا هم اینو از آرک استفاده نمی کنم، از اتصال اینا رو از لاین استفاده می کنم. اینا رو داریم، اینا رو داریم. مجدد یه چک بکنیم ببینیم. خب این آرکمون کشیده نشده. خب بیایم اینا رو اول از همه اسنپ رو خاموش میکنم، اینا رو با هم اتچ میکنیم. این یکی از لاین ها رو جدا جدا باید اینا اتچ بشه، همه رو اول نباید با هم اتچ بکنیم. بهتره که این کار رو بکنیم، یعنی بیایم اینجا اینا رو اتچ بکنیم، بعد اینو جدا اتچ بکنیم چون میخوایم ورتکس هاشو به هم وصل بکنیم. دوباره این لاین رو انتخاب میکنم، اینو بهش اتچ میکنم، این لاین رو انتخاب میکنم و اتچ دورش. خب اینا با هم اتچ شدن. میریم روی این لاینمون و اتچ
این آرکا با هم دیگه. خب برای اینکه واضح تر بشه اینو میارم کنار، کاری به طرحمون نداریم، اصلا میتونیم طرحمون رو آنفریز کنیم و کلا پاکش کنیم. چیزی که داریم اینه، اول از همه اینا باید بیان ورتکساشون ویلد بشه. برای اینکه ورتکساشون ویلد بشه باید تک تک اینا رو ادیت اسپلاین روش بزنیم، اگر رو قسمت مودیفایر اسپلاین، و اینا رو ولد کنیم با هم. این نقاط باید حتما ولد بشن. دامنه ولدتون ببینید اگر اینا خیلی فاصله دارن، یا دامنه ولدتون رو ببرید بالا، یعنی اینو ببرید بالا و اینا ولد میشن، یا اینکه بیاید جدا جدا بچسبونین به هم. حتما باید اینا ولد باشن با هم، اگه ولد نباشن اکسترود نمیشن. میریم رو بعدی، مجدد یک رو میزنیم، میریم ورتکسشون، این دوتا رو ولد، این نقاط اتصال رو ولد میکنیم با هم دیگه و این هم ولد میزنیم. از این خارج میشیم، دوباره میریم روی بعدی، میریم ورتکس و ورتکس ها رو ولد خارج میشیم از دستور. بعدی ورتکس ولد و ولد، دوباره از دستور خارج میشیم، میایم روی این دوتا رو محل اتصالشون رو ولد میکنیم، این دوتا رو ولد میکنیم، دوباره ما اینجا محل اتصال داشتیم ولد میکنیم و اینم ولد. خب چیزی جا نیفتاده باشه، رکتنگلا ولد نمیخوان، ولی اینو ما رکتنگل نکشیدیم. من اینو یه دونه ادیت اسپلاین بهش میزنم، مطمئن بشم که ورتکساش ولدن. ولد اینا رو چون با رکتنگل کشیدیم نیاز به ولد نداره، چون خودشون ولد هستن. حالا همه اینا رو باید اتچ کنیم. ببینید اینجا هنوز اتفاق نیفتاده. من مجدد اینو روی عدد بالا، ببینید عددمون کم بوده، ولد نشده، اینو بردم بالا، فاصله‌ش رو بیشتر کردم. مجدد اینجا فاصله زیاد بوده و ولد انجام نشده. خیلی باید مطمئن باشیم که ولدامون به درستی انجام بشه. خب حالا میام اینا رو با هم اتچ میکنیم، یعنی این و رکتنگلامون همه با هم اتچ شد. از دستور اتچ خارج میشیم، یه سیو از فایلمون میگیریم به اسم 1 سیو. خب یه مودیفایر اکسترود بهش میدیم، میریم رو نمای پرسپکتیو، ببینید اتچ ها درست انجام شده. اگر درست انجام نشده بود اینا داخلشون اکسترود پر میشد یا اینا به هم میریخت. خیلی مهمه که باید این شکلی اکسترودتون انجام بشه که مطمئن بشیم که نقاط با هم دیگه ولد شدن. خب یه مقداری به اندازه 11 سانت 12 سانت میذاریم و بعد از اینکه اینو انجام دادیم، من گرید رو حذف کنم، یه ادیت پالی بهش میدیم. بعد از اینکه ادیت پالی دادیم، شماتیک اصلی پنجره ما آماده شده. مجدد یه سیو میگیریم. برای اینکه از این تختی در بیاد، یه ذره مدل داشته باشه سطح روی کارمون، میایم تو قسمت پالیگان و پالیگان رویی رو انتخاب میکنیم، این پشتی هم انتخاب میکنیم، کنترل رو میگیریم و انتخاب میکنیم. ببینید این دو طرف انتخاب شده. حالا یه اینست خیلی ریز بهش میدیم، این
بای پالیگان بذاریم ببینیم به چه صورت در میاد. اگر گروپش کنیم گروپ بهتره و یه اینست کم بهش میدیم. بذارم روی نیم و ببینید هم پشت افتاده هم این قسمت. رو قسمت گروپ هم بودیم. حالا یه دونه بیول میدیم. از اکسترود استفاده نمی کنیم چون میخوایم یه حالت گودی رو اجرا بکنیم. این هم باز رو گروپ میذاریم. یه ذره میایم جلو به اندازه فکر میکنم 2 سانتی متر اوکی باشه و یه مقدار منفی اینو میبریم داخل. فکر میکنم یکم زیاده. روی 1-1 من میذارمش. -1 و اوکی. خب ببینیم پشتم همین اتفاق افتاده. بله از پالیگان خارج میشیم. شماتیک کلی کارمونه. فریم پنجره الان برامون آماده است. حالا باید شیشه هاشو جاگذاری بکنیم. یکی از راههایی که خیلی راحت میشه شیشه رو جاگذاری کرد اینه که بیایم توی قسمت اج ها یک سیو میگیریم قسمت اج و این اج های داخلی و این اج و این اج مراقب باشید که تکون نخوره. کنترل رو میگیرم اد میکنم این اجا رو و این اج. ببینید کدوم اجا دقیقاً کانکت استفاده شدن برای کانکتینگ. میخوایم یه خطی وسطش بندازیم. کانکت رو میزنیم و از عدد 2 استفاده میکنیم و تیکو میزنیم. ببینید یه 2 اج و یه پالیگان وسط برای ما درست شد. خب انتخابشون میکنیم فقط همین رو و یه اکسترودی رو میدیم. ببینید این رو میذارم در جهت نرمال و میبریم بالا تا اتصال پیدا بکنه با کارمون. یه مقدارم بره داخل اشکالی نداره. از پالیگان خارج میشیم. یه نگاه کلی میکنیم به کار. ببینیم فاصله ها دقیقا افتادن. بله این ورم همینطور. شیشه های اینجا ایجاد شدن. حالا بریم شیشه های بالا رو اجرا بکنیم. یه مقدار اینجا کار سخت‌تره ولی باز مجددا دستور همون دستوره. مجدد میریم روی اج و این اج گوشه‌ای و این اج گوشه‌ای رو انتخاب کنیم. دوباره کنترل رو میگیریم این اج و این اج. کنترل این اج و این اج. همون کار رو تکرار میکنیم اینجا. دوباره یه کانکت میدیم که 2 تا اج بیفته برامون. تیکو میزنیم و یه پالیگان برای ما اینجا درست میشه. خب بذارید من اینو تک تک بیارم بالا. یه اکسترودی بهش میدیم. میاریم بالا و تا اینجاها خوبه. ببینید تا کجا آوردم. بالاتر از این سطح. تیکو میزنیم. میریم کنترل رو میگیریم و روی ورتکس ها کلیک میکنیم که ورتکس های این 2 قسمت دقیقا انتخاب بشن. حالا من الان دقیقا فقط فعلا اول با این کار دارم. این 2 تا رو میگیرم میارم پایین. خب ببینید این سطحمون نمایان میشه. برای اینکه این سطح نمایان نشه ما باید یه دونه کانکت هم این وسط داشته باشیم. پس چی کار میکنیم؟ میایم بین این اج و این اج. ببینید این اج و این اج. حتما اینو دقت کنید. یه کانکت میذاریم. فکر میکنم یه دونه کافی باشه براش که بیفته این وسط و تیکو میزنیم. اوکی.
حالا ما این دوتا ورتکس رو میگیریم و انمای فرانت اگه نگاه کنیم میاریمش پایین، این دوتا ورتکس هم میاریم پایین که داخل فریم قرار بگیره، میمونه این دوتا رو باید درست انتخاب بکنید. تو پرسپکتیو یه نگاه میندازیم، انتخاب میکنیم، میریم تو فرانت و میاریمش بالا، طوری که این خطوط اومدن داخل فریم ما، نه بیرون زدن و نه تو پرسپکتیو اگه نگاه بکنید ببینید از هیچ طرفی بیرون نزدن. حالا میریم روی این قسمت کار رو انجام بدیم. خب مجدد کار یه مقدار سخت‌تره ولی کار همونه. این پالیگان رو انتخاب میکنیم و یه اکسترودی بهش میدیم تا این ابعاد خوبه. تیکو میزنیم و میریم روی اج، مجدد این اج و این اج رو انتخاب میکنیم که یه کانکت وسطش بندازیم، این بار عدد 1 و تیکو میزنیم. خب به ورتکس میریم، این ورتکس رو از نوع فرانت نگاه میکنیم، ببینید این فضا خالیه، الان اینجا خالیه، اینو میارم اینور، بعد میارمش پایین، جا داره بیاد اینور، این ورتکسمون رو میاریم پایین، جا داره بیاد اینور پایین که بپوشونه اینجا رو، و این دوتا هم که یه مقدار بره داخل. خب ببینید این الان ما این قسمت رو نداریم. خب برای اینکه مشکل رو حل کنیم میتونیم یه کانکت بین این و این بندازیم. چطور این کانکت رو میندازیم؟ از قسمت اج میایم و اینو انتخاب میکنیم، کانکت رو میزنیم، یه کانکت میندازیم و مجدد روی ورتکس از نمای فرانت این دوتا رو انتخاب میکنیم، میبریم بالا. خب تو حالت پرسپکتیو نگاه میکنیم، ببینید هیچ بیرون زدگی نداره و لبش هم درسته. برمیگردیم به این قسمت، توی این قسمت هم پالیگان رو انتخاب میکنیم، این پالیگان رو انتخاب میکنیم، قسمت پرسپکتیو هستیم و یه اکسترودی بهش میدیم با این میزان و تیکو میزنیم. خب ما مجدد به همون ورتکسان نیاز داریم، پس میریم قسمت اج و این اج رو انتخاب میکنیم و یه دونه کانکت براش ایجاد میکنیم و اوکی میزنیم. میریم قسمت ورتکس ها، از نمای فرانت این ورتکس رو میاریم پایین ولی این فضا رو مجدد میپوشونیم و میاریم به راست یه مقدار پایین تر. خب اینجا این ورتکس رو داریم، مطمئن باشید که فقط خودش انتخاب بشه، میاریم پایین و این ورتکس رو یه مقدار میاریم این وسط و میبریمش بالا. از نمای پرسپکتیو نگاش میکنیم ببینیم که مشکلی نداشته باشه و اوکی. شیشه های این قسمت هم ایجاد شد. میریم به این قسمت، میتونیم از پایین شروع کنیم مثل روال قبلی، کانکت بزنیم بیاریم بالا و بعد اینها همه کانکت بخوره، و میتونیم یه کار دیگه بکنیم از بالا به سمت پایین بیایم. باز ما راهشو میریم و ببینیم کدوم راهش بهتره. اول از پایین شروع میکنیم. اگه بخوایم از طریق پایین شروع بکنیم باید بیایم این اجو و این اج ها رو دابل کلیک میکنم، با گرفتن دکمه کنترل خودش انتخاب میشه، ولی بالا رو نمیخوایم. حالا مشکلی نداره، همش سلکت میشه. یه کانکتی میندازیم به عدد 2
که 2 تا اج برامون بندازه. تیکو میزنیم. حالا با پالیگان‌های پایینی شروع میکنیم. بعد از انداختن این اج پالیگان پایینی رو انتخاب میکنیم، کنترل رو میگیریم، دابل کلیک. ولی خب اگر دابل کلیک بکنید بالایی هم سلکت میشن. میتونیم با گرفتن آلت و کشیدن این محدوده اونا رو از انتخاب در بیاریم که فقط پایینی ها سلکت بشن. خب ما به یه اکسترود نیاز داریم. تست میکنیم در جهت نرمال به همین شکله، در جهت گروپ نرمال، حالا لوکال نرمال وارد همدیگه میشن. این یکی از روششه، ولی به نظر من همون گروپ نرمال رو میریم، بای پالیگان هم بریم از هم جدا میشن. خاطر همین قسمت گروپ بهترین حالتشه. میبریم بالا تا این محدوده. خب یه تیک میزنیم و مجدد برمیگردیم به قسمت ورتکس ها. این 2 تا ورتکس همون رو از نمای فرانت انتخاب میکنیم. این 2 تا و این 2 تا میاریم پایین داخل فریممون. خب میمونه این ورتکس های خارج شده. تا اینجا سلکت میکنیم. خیلی دقت داشته باشید که حتما کنترل رو میگیرم، فقط ورتکس هایی که لازم داریم، اشتباه ورتکس های دیگه سلکت نشن. این ورتکس ها نباید سلکت بشن. و 2 تا هم اینجا داریم. من از نمای فرانت دارم جلویی و پشتی رو با هم سلکت میکنم. ببینید. خب اینا رو یه مقدار میاریم پایین. اگر همه رو با هم بیاریم از این منطقه باید هی تک تک خارج کنیم. حالا یه مقدار رو بودم پایین، آلتو میگیرم، این 2 تا رو کم میکنم، آلتو میگیرم، این 2 تا رو کم میکنم، یه ذره میام پایین، آلتو میگیرم مجدد، این 2 تا، آلت و این 2 تا، دوباره میام پایین، دوباره آلت، این 2 تا، آلت، این 2 تا، که دیگه این 2 تایی که من از سلکت خارج میکنم تکون نخورن. آلت این 2 تا و آلت این 2 تا، مجدد 2 تا 2 تا اینا رو میتونیم کم کنیم تا به آخرش برسیم. خب من این 4 تا رو میگیرم، فقط این تیک مهمه. اوکی، یه نگاه میندازیم همه داخل فریم قرار گرفته و از ورتکس خارج میشیم. یه سیو از کارمون میگیریم. این تا اینجای کار فریم و شیشه پنجرمون شد.